من توی این قسمت در دوره روانشناسی میخوام راجع به 70-20-10 باهاتون صحبت بکنم. ضرر میکنی؟ خیلی ناراحت شدی؟ قربونت برم. بعضی از شما فکر کنم اصلا متوجه این نیستین که اینجا یه بازار بسیار بسیار بیرحمه و توش دارن قشنگ قلقم میکنن، همه پول در میارن. فقط اینجا اینجوریه؟ نه عزیزم، همه بازارها همینجوریه. مگه هر بیزینسی که شما دارین نقل خیرات میکنن که شما ضرر میکنید، ناراحت میشید یا میترسید یا یه جورایی دودل میشید یا پا پس میکشید؟ میدونید چی باعث میشه ضرر میکنید بره رو اعصابت؟ این دید لعنتی که به چارت داریم. یه سوال از من بپرس، این که آیا ضرر میکنی ناراحت میشی ناآور؟ میگم نه، این خیلی احمقانه ای اگه من ضرر کنم ناراحت شم. چرا؟ به خاطر اینکه من از این ور چارت رو نگاه نمی کنم، از اینجا دارم نگاه میکنم. یعنی چی؟ ببین، ضرر کردن قابلیت اینو داره که با اهرم 10 برابری مثل پتک بزنه تو مغزت. کی؟ وقتی که تو هدفت پول در آوردنه. اما کی بی اثر میشه و شروع میکنه همون ضرر کردن تو رو رشد دادن و کلی کمک کردن؟ بزرگترین دشمنت میشه رفیقت. وقتی از این ور به پروسه داری نگاه میکنی. یعنی من وقتی پشت چارت ضرر میدم میگم ایول، استراتژیم یه باگ دیگهش مشخص شد. مگه من استراتژیم چند تا باگ داره؟ آقا مگه من چند بار میتونم یه سوتی رو تکرار کنم؟ آها، اینجوری شما میتونید هر دفعه استراتژیتون رو بهینه کنید. موضوع اینه که اولین قصه ای که ما تو بازار مالی صحبت میکنیم پیدا کردن استراتژیه و شما مدام دنبال این هستی بگو بخرم، بگو بفروشم، الان سود میکنم، چند دلار به دست میارم، چند درصد تو ماه به دست بیارم. مگه شما روز اول میرید کارآموزی جایی دائم میپرسید آقا چقدر حقوق میدی؟ مزایا چی میدی؟ مگه راجع به اینا سوال میکنید؟ اصلا مگه روتون میشه سوال کنید وقتی شما هیچ مهارتی ندارید؟ ولی تو بازار مالی کوتاه نمیای. تو لحظه اول وارد میشی میگی من باید سود کنم، سود نکنم نمیخوام. تازه اینم کوتاه نمیای، میگه چند درصد سود میده؟ بعد بهش میگم مثلا منطقی تو میتونی 1% سود کنی. نه، اگر 30% تو ماه سود نده که اصلا نگو، حرفشو نزن. یه جوری صحبت میکنم من فکر میکنم رئیس بانک مرکزی. آقا عزیز من، شما بیرون دارین چند درصد در میارید که اینجا انقدر توقعتون بالاست؟ انقدر این هدفت پول در آوردنه که حتی طاقت نداری یه دونه استاپ بخوری. میشه بچه بازی رو بذاریم کنار؟ میشه ازت خواهش کنم روانمون رو مدیریت کنیم اینجوری که من میگم؟ از این به بعد ضرر دادن ها رو جزئی از پروسه ببینید. میدونی چرا اذیتت میکنه؟ چون تو 100 تا کار متفاوت داری انجام میدی و هیچ وقت نمیتونی از این ضرر دادنات استفاده بهینه کنی، هی قسمت و استراتژی تو بهینه کنی. چون همه جا داری فقط توون میدی. تو توون بده یه بازار کردی خودتو. ولی اگر بیای شروع کنی یک کار مشخص رو انجام بدی، تایم فریماتو مشخص کنی، جفت ارزی که روش ترید میکنی مشخص کنی، از لحاظ روانی این ضرر دادنه دیگه قدرت کوبوندن مخ تو رو از دست میده و میشه رفیقت. چون هر دفعه ضرر میدی میگه ایول، با یه عدد مدیریت شده که تو مدیریت سرمایه بلدم، حالا دیگه تاوان دادن ها میشه یک پله از نبردوانی که منو میتونه ببره بالا. خیلی جالبه. بعضی موقع از آدم ها میپرسم که چقدر طاقت داری تا تو بازار مالی دووم بیاری و موفق شی؟ میگه مثلا 2 ماه اوکیه. خدا وکیل خودتون خندتون نمیگیره از این باوری که خیلی از ماها داریم به بازار مالی؟ من خیلی تعجب میکنم که وقتی به یکی میگم 2 سال تا 5 سال زمان گذاشتن تو بازار مالی، حالا چه تریدر باشی، چه تحلیلگر باشی، چه توی این فرآیند بخوای قرار بگیری و کار بکنی، میتونه موفقیت شگرفی برای تو ایجاد بکنه و آدمی میگه زیاده. و برای من جالبه حاضر 40 سال کارای بدون پیشرفت و تکراری رو انجام بده، بخاطر اینکه نمیخواد خودش رو رشد بده و نمیخواد خودش رو بندازه تو چالش، ولی حاضر نیست 2 سال بیفته توی چالش خودش رو رشد بده. صرفا راجع به ترید صحبت نمی‌کنم. وقتی راجع به ورزش کردنم میری شنبه صبح تو باشگاه اسم می‌نویسی، دارم باهات همینا میگم. تو مجددا اونجا چه باگی داری؟ زیاده. 1 سال نمیشه 1 ماهه. به خاطر همین آدما میرن سراغ مثلا پودر و قرص و نمیدونم آمپول و ببین ما مدام دنبال این هستیم که تقلب کنیم تا برسیم به اون خواستمون، چون هدف اون خواسته است. عزیز من توی این جلسه میخوام راجع به
فرایند یادگیری باهات صحبت کنم و تا جلسه قبلی نوعای مختلف و روش‌ها و متدهای مختلفی رو صحبت کردم. توی این جلسه قرار بود من به شما جواب تستا رو بگم، اما دیدم خب این جلسه هم میخوام یکی دو تا تست بزنیم و جمع‌بندی کنم با نئو و اینا، یهو بیام یه جلسه بذارم راجع به کل این تستا گپ بزنم. هرچند همین الانم خیلیاتون احتیاج به توضیحات من ندارید، رفتید خوندید فهمیدید کید چیید، نابر خیلی نفهمیدیم، بیشتر بگو میگم باشه. جلسه قبل من راجع به یادگیری باهاتون صحبت کردم، گفتم آقا آدما نوع‌های مختلف و انواع مختلفی مطالب رو یاد میگیرن. بذار با یه مثال این جلسه رو کامل برات جا بندازم. یه پیاز رو در نظر بگیر، چند تا لایه داره؟ خب لایه‌های زیادی داره دیگه، قبول داری؟ لایه‌های بیرونی یادگیریه، لایه درونی اسمش چیه؟ شناخت. وقتی تو عمیق نشی توی مبحث اتفاق نمیفته و تو هیچ وقت نمیتونی تا اعماق مرکز یه قصه ورود کنی که دقیقاً اگه دقت کرده باشید یه پیازه کجا جوونه میزنه؟ داخلش. باقی فقط یه پروسه است که داره اون داخله رو حفظ میکنه و تو از بیرون وارد میشی تا به اون هسته مرکزی میرسی. ما انواع و اقسام مختلفی یاد میگیریم بچه‌ها. من جلسات قبل صحبت کردم، این جلسه میخوام راجع به مبحث حرفه‌ای تر توی یادگیری صحبت کنم. خب دفعه قبل گفتم لرنینگ استایل رو بزنید، یه تستی بود که شما رو یه کوچولو می آورد تو گود و یه جورایی با خودتون آشناتون میکرد. بذار یه جمله باحال بهتون بگم. اگه از من بپرسن چرا ترید کردن سخته و زمان بره، حالا زمان بره که میگم نسبت به کارهای دیگه واقعا فکر نمی‌کنم زمان بره، چون یه جلسه کامل بهتون طبق آرتیکل و کلی تحقیقات بهتون گفتم که چقدر زمان میبره و هر شغلی مثل حتی گرین بافی و بافتنی هم چقدر زمان میبره. ولی اگه از من بپرسن چرا این شغل زمان میبره، میگم به خاطر اینکه موضوع سر یاد گرفتن چارت نیست. چارت که بشکن یاد میگیره، این کاری نداره، خیلی گوگلی مگولی تر از اون صحبت هست که فکرشو میکنی. حالا شاید برای من اینجوریه یا دید من و تجربیات من رو به این نقطه رسونده که یادگیری چارت خیلی زمان بر نیست. اون چیزی که خیلی این پروسه رو زمان بر میکنه یادگیری خودته، چون تو با خودت بتونی سوار شی. رک بگم تو باید بتونی سود انتظاری تو سوار شی، تو نمیتونی با آمال و آرزوهای خیلی زیادت بیای تو بازار. دارم راجع به روانشناسی صحبت میکنم. یکی از بچه‌ها امروز بعد از ظهر به من گفتش که مهندس شما همیشه سر کلاس‌ها ما رو برحذر میکنی از سودهای زیاد. گفتم نه. گفت پس چی؟ گفتم من شما رو برحذر میکنم از سودهای غیر معمول. شاید 1% مثل 50% برای یه تریدر کاملا مستر که تقریبا میتونه طی اون تایمی که تو جلسات قبلی بهتون دادم 10,000 ساعت، حالا ساعت‌های بالا و پایین زمان بذاره و به مستری برسه، عدد ساده‌ای باشه. ولی برای یه فردی که 2 ماه اومده تو بازار نمیتونه از من حرف بزنه و بشنوه که مثلا من میخوام بهش بگم 20% سود بگیر، نمیتونه اینو هم من بشنوه. اشتباس این خواسته. تو 6 ماه اول شما بیگینرید. یه بیگینر از نظر من کارآموزه. اگه یه جایی بره بیرون وایسه، کسیه که داره محیطو میبینه، حالا مثلا اگه بچه تره، هممون ممکنه این تجربه داشتیم، داره دستمالی میکشه، چایی میاره میبره، ببین داره با موضوع آشنا میشه. من تعجب میکنم شما ظرف 6 ماه توقع دارید سوار کار بشید و ترید این قسمتش اذیت کننده است که تو باید سوار خودت بشی، باید خودتو بتونی کنترل کنی. بازار رو کنترل کردن در گروه کنترلینگ روی خودته و من دارم راجع به روانشناسی صحبت میکنم. همه اینا که دارم میگم بچه‌ها میاد تو منحنی یادگیری ها، فکر نکنید مثلا از جلسات قبل جدا شدیم و تموم شد. نه، الان تو همون منحنیه ایم. قسمتی از این فرآیند یادگیریه. آقا سمعیه میره ویدیو میبینه، آقا بصریه شروع کرده کتاب میخونه. اصلا تو اشتباه داری کانتنتو به ذهنت میدی، اون تیپی نیستی. مثلا چجوریه؟ میاد راجع به وارک باهاتون صحبت بکنم. ببینید توی وارک مثل همه متدهای دیگه آدما به چند دسته تقسیم میشن و طبق اون یادگیریاشون تقسیم بندی میشه که توصیه میشه بهشون برید اونجوری یاد بگیرید. تست داره، تستو میزنیم متوجه میشیم کدوم دسته هستیم. خیلی باحاله. مثلا شما یک دسته بصری دارید، کسایی که با دیدن آموزش رو یاد میگیرن. ببینید بعضی‌ها هستن خیلی دوست دارن که تجسم کنن براشون یا برای خودشون، یا یه تصویر رو ببینن، تصویر سازی کنن، یا یک شکلی رو دیده باشن که بتونن اون مطلب رو یاد بگیرن. اینا به صورت
چشمی و بصری بیشتر یادگیریشون اتفاق میفته. البته اینم بهشون بگم باگ این دسته هم همینه، همینجوری هم گول میخورن. ببین موضوع سر اینه که اینستاگرام مثل یه کفش خوشگل میمونه که توش جوراب پاره پوشیده شده. یعنی چی؟ ببین عزیز من، شما میای یه استوری میبینی 200%، خب معلومه 2 ماه اومدی تو بازار دیگه حرف منطقیه من که پیر این کار شدم و باور نمیکنی. معلومه، چون من راجع به عدد منطقی صحبت می‌کنم. آقا من این کار دارم انجام میدم. خب این اینستاگرام کوفتی بسته بشه، یوتیوب بسته بشه، نمیدونم سایت‌ها بیاد پایین، این اینترنت فقط به من بدم با یه لپتاپ، من بلدم گیریم خودم از آب بکشم بیرون، چون بیزینسم اینه. حالا کار دیگه هم کنارش دارم انجام میدم، یه سری خدماتی دارم به شما میدم، ولی بیزینسم که معلومه چیه، سالها همین بوده. ولی وقتی میگم عدد منطقی اینه، شما خیلی به مزاجت خوش نمیاد. چرا؟ چون یک کفش خوشگل با جوراب پاره رو برات آوردن استوری میکنن و یه سود بسیار زیادی که توش تو خالیه و اتفاق نمیفته. شما از لحاظ روانشناسی بچه‌ها باید آموزه رو یا آموزش رو از کسی ببینید که اون واقف بلده که مخاطبین مختلف چجوری دیتا رو جذب میکنن، چجوری دیتا رو کسب میکنن. تمام محتویاتی که من دارم ارائه میدم یه قسمتش برای بصری‌ها گنجونده شده، یه قسمتش برای سمعی‌ها گنجونده شده. گفتم بهتون بصری‌ها باگشون چیه؟ با همین چشم که دیتا رو میگیرن با همین چشمم گول میخورن. آدمایی که بچه ظاهربین نمیخوام بگم هستن، نه اصلا اینجوری نیست. نمیخوام بگم فقط دنبال شو، نه اصلا اینجوری نیست. همه ما میتونیم اینجوری باشیم. من منظورم اینه نه لحاظ چشم و ظاهر رو قشنگتر میبینن، هنری رو قشنگتر میبینن، المانها رو قشنگتر و دقیقتر از بقیه دارن میبینن، به اینا بیشتر توجه میکنن. پس این آدم‌ها باید از طریق آموزه‌های تصویری دیتا رو بگیرن. حالا ناور اگه ما این کارو بکنیم چند درصد دیتا تو مخمون میمونه؟ میگم قبلا راجع به منحنی فراموشی صحبت کردم. ناور اگه ما این دیتا رو ببینیم اصلا به ذات خود دیتا، نه ذات انسان که این منحنی فراموشی داره، به ذات خود دیتا چقدر دیتا باید تو ذهنمون بمونه. میگم اینو چند دقیقه دیگه صحبت میکنم. الان باز میکنم منظورم چیه. دسته بعدی آدمای سمعی ان. مثلا اینا آهنگ گوش میدن محتوا تو ذهنشون بمونه. مثلا اینا پادکست گوش میدن، مثلا اینا خوراک سخنرانی گوش دادنن، دوست دارن یه چیزی رو رکورد کنن تو ذهنشون داشته باشن که بتونن گوش بدن. حالا این یه درصدی میتونه براشون خوب باشه، یه درصدی هم من بهشون توصیه میکنم بیان کارهای دیگه بکنن، حتی به بصریا. یه دسته سومی هم هستن توی این تئوری که اینا خواندن نوشتن، یعنی متن میخونن، عاشق کتابن. همیشه تو دایرکت به من میگن آقا یه کتاب به ما معرفی میکنی؟ و من هیچ وقت سعی نمی‌کنم اونجایی کتاب بهشون بدم. شاید کتاب‌های مختلف به کرات این ور تو دوره‌های آموزشی معرفی کردم، ولی خب اینا رو گنجوندم تو دوره آموزشی برای کسی که اهل خواندن نوشتنه. حالا دارید متوجه میشید که مثلا این سال پیش یه آموزشی من دیدین به صورت تصویری، کنارش من یه کتابم دارم معرفی می‌کنم. چرا؟ چون بعضیاتون خوب خواندن نوشتنی هستین. اینا افرادی هستن که حتی یه کتابو دارن میخونن، بلند میخونن که بشنونش. تیپشون اینجوریه. و یه دسته هم هستن عملی. آخ من با اینا کار دارم. عملیا کسایی هستن که خیلی اهل ببینیم ویدیو رو، یا مثلا حداقل 10 تا آموزش ببینیم. اینا اهل عملن. حالا یه موقعی هست این اهل عملی بدون خرد داره اتفاق میفته، بدون تجربه و مهارت و تمرین داره اتفاق میفته، این بده. ولی اگر داریم کنترل شده این کار انجام میدیم و نامآور داره خودت به خودت میشناسونه و الان تو خودت داری اوکی راست میگه من یه ذره بیشترم اینجوریه. البته همه از همه سبکا داریم، هر کدوممون یه ذره بیشترمون به یه سمتی قش میکنه. مثلا اون کسی که عملیه میگه اوکی الان پس من بیشتر عملی هستم، اگه بتونم چارچوب خودم رو کنترل کنم که یهو نمیدونم شور حسینی منو بر نداره، با بی تجربگی برم عمل کنم و مثلا با فول مارجین وارد شم که خدای نکرده لیکوید شم، استاپ نذارم و فراینده قطگری این چنینی، حالا من میتونم توی منحنی یادگیری خودم یه سرعتی ببخشم، من میتونم فراینده یادگیری خودم رو سرعت بدم. آدمای عملیاتی باید برن یه کاری انجام بدن تا درکش بکنن. ببینید درصد وجود داره در تمام تحقیقاتی که انجام شده در دنیا که 4% آدم‌ها کسایی هستن که فقط 100% اینا بصری‌ان.
4% کسایی هستن که 100% سهمیه‌اند. البته من عدد 100% منظورم نیست، شاید 99% منظورمه، ولی دارم برای شما توضیح میدم دیگه، عام توضیح میدم. 4% فقط سهمیه‌اند. 11% کسایی هستن خوندن نوشتنی هستن. 26% کسایی هستن که عملیاتی هستن و قریب 55% آدمای کل دنیا ترکیبی از اینا هستن. یه چیزی که خیلی ذهنتون رو درگیر کرده بود و ما میپرسیدید آقا ما این متدی که تو میگی، مثلا میگی بصری هستی، ما هستیم ولی من سمعی هم هستم ناور، آیا من اشتباه دارم تشخیص میدم توی این تست؟ همه گزینه‌هام گزینه سوم نبوده، 2 تا گزینه دوم هم داشتم، یعنی هم از این هستم هم یه کوچولو از یه سبک دیگه تو وجود خودم دارم، آیا اشتباه دارم جواب تستو میدم؟ میگم نه. ما آدم عادی، آدم بالغ، آدم سالم که نمیشه بگم 100% یه جوریه، از همه الگوریتما داره پیروی میکنه، مغزش همه جوره داره دیتا رو میگیره، منتها یک کدوم از اینا رو بیشتر همه داره میگیره، وگرنه 55% آدما ترکیبی از همشون هستن و مقدار بیشتریشون مثلا ممکنه از اون سمعیه داره بهره میبره، یکیشون ممکنه مقدار بیشتریش داره بصریشه، یکی ممکنه مقدار بیشتریش عملیشه. متوجه شدید این چه شد؟ این ساختار یادگیریه. اون پیازه رو همیشه یادتون باشه. ببین لطفاً وقتی میاید تو دل میدون مردونه بیاید، نیایید با یه پیرن خیلی خوشگل و یه کت شلوار و خوشملیگا بلنشین بیاین توی بازاری که همه جوره دارن تو شمشیر میزنن که قلق و قم کنن. اونجوری کار در نمیاد. ببین تو وقتی یه محتوا رو میخونی، حالا با منحنی فراموشی کاری ندارم که قبلا توضیح دادم، اگه این محتوا رو بخونی 10% کانتنت احتمالاً توسط تو گرفته میشه و تو یادت هم میمونه. اگر این محتوا رو بشنوی 26%، اگر این محتوا رو ببینی یه ویدیویی باشه به صورت تصویری بتونی برای خودت تصویر سازی کنی 30%، اگر ببینی و همزمان بشنوی 50%. حالا از اینجا به بعد خوب دقت کن، همین محتوا رو به یکی درس بدی 70% تو ذهنت میمونه. همین محتوایی که درس میدی عملیاتی انجامش بدی میشه 90%. به نام خدا بک تست، لعنت به این بازار که شما توش بک تست نمیگیری. اصلا شما فکر کنید وقت تلف کنیه، معلومه. بعد توقع داری که جوابم بگیری. 90% تایم یک تریدر برای بک تستش میره. دقت کردی چی گفتم؟ 10% ترید میکنه، 90% تایم رو داره میذاره چارت رو رنده میکنه، بالا رو نگاه میکنه، پایین رو نگاه میکنه، بک تست استراتژی رو میگیره. آیا واقعا این کارو میکنید؟ نه، چون از دیدگاه روانشناسی ما بازار رو یه جوری میبینیم که فقط انجام بدیم و میریم نگاه میکنیم تو تنهای خودمون، میگیم ناآورم به اون تاییدیه داد، آدمای عملیاتی بالاترن اینجا، دیتا هم بیشتر براشون میمونه، هم مثلا درصدشون تو دنیا بیشتر بود. نه عزیزم، من اونجا یه نکته ظریف بهت گفتم اگه تو چارچوبا رو رعایت نکنی، بدون مهارت و تجربه بخوای این کارو بکنی، برای من مفتم نمیارزه. و شما چرا بک تست نمیگیرین؟ حالا بک تست چیه خاص این دوره نیست آقا، یک استراتژی رو بنداز رو چارت ببین چند بار جواب میده، بعد برو با همه زندگی جون یه آدم وارد اون پوزیشن بشو، خونه رو بفروش، ماشین رو بفروش. خب این کارو نکنید. باز من اوج میگیرم میگین ناور عصبانی نشو. خب نمیذاری که این کاراته. به قول اسپانیا میگن اینم کارات است. حالا اگه درست بگم، الان بچه‌ها اسپان لطفا دست من ناراحت نشه دیگه، من در حد اینکه حالا یه نیم لهجه‌ای از شما بلد بودم درس پس دادم، ببخشید. من عذرخواهی میکنم آقا، اشتباه کردم، شوخی میکنم. بچه‌های گلی که از همه استان‌ها دارید ویدیوها رو نگاه میکنید، لطفاً به خودتون فائق بیایید، کارو باید به صورت عملیاتی انجام بدیم. من اینجا دنبال این نمیگردم 60 تا کتاب بخونم، من دنبال این میگردم 60 دقیقه پشت چارت بک تست بگیرم از اون استراتژی کوفتی که بلدمش تا بتونم باهاش پول در بیارم. ولی شما چیکار میکنید؟ هر دقیقه یه چیزی میزنید، روی جفت ارزی میزنید، اصلا نه حساب داره نه کتاب داره. برگردم سر جمله اولم، همینه میره رو اعصابت، چون ضرر دادنه دیگه میشه دشمن پروست. یعنی چی؟ تو میخوای سود کنی، دشمنت ضرر دادنه. من نمیخوام سود کنم، من میخوام پروسه رو خوب یاد بگیرم برای انجام دادنش. حالا ضرر دادنه میشه رفیقم، چون هر دفعه داره بهم باگ هامو نشون میده. راستش فکر میکنم ما یه کوچولو خیلی زیاد قور میزنیم.
تقریبا قسمت اعظمی از ما، حالا روی صحبتم واقعا با همه نیست، قسمت اعظمی از ما فقط بلدیم نسخه بپیچیم. یه سوال ازتون بپرسم، چند درصدتون شاکی هستین که تو دبیرستان راجع به انتگرال دوگانه یا محاسبه حجم نمیدونم متساوی الاضلاع ازتون سوال پرسیده شده و شما رو با این معیارها سنجیدن؟ خیلیاتون شاکین و همیشه ما به نظام آموزشیمون میگیم که آقا این چه چیزایی. حالا حرفتون که واقعا درست هستا یا نظام آموزشی ما با خیلی مباحث رو بریزه بره، کار ندارم، منتها شما دائما دارید از این نوع نگرش و آموزش انتقاد میکنید. چرا؟ میگید کجا کاربرد داره برامون. راستم میگید. چیزی که نمیشه عملیاتی انجامش داد یا حداقل به درد تو نمیخوره، برای چی باید یادش بگیرم؟ حالا سوالم ازتون اینه، این همه محتوا که دارید یاد میگیرید و عملش نمیکنید به چه دردی میخوره؟ ما فقط بلدیم برای بقیه نسخه بپیچیم. ببینید 70% تمام فرایندی که الان توی ذهن شما شکل گرفته و دانشی که الان شما دارید میدونید از کجا کسب کردین؟ راستش رو بخواین کار عملیاتی، تجربه های شخصی، مهارت های اکتسابی، اینها چیزاییه که الان اونجاست. آره دقیقا توی تو یه سری دیتا وجود داره که تو با کار عملی کسبش کردی. 20% چیزایی که فقط دیدیمش به صورت ویژوال و 10% چیزایی که شنیدیمش. و اصلا این خودش یه متد بچه‌ها. شاید حالا بعضیاتون بنگاه دارید، بعضیاتون کارخانه دارید، بعضیاتون بیزینس دار هستین. این یک متد تو دنیا که 70% حالا مثلا میخوان یک تیم رو آموزش بدن تو تیم بیلدینگ، میان 10% براشون کلاس میذارن، 10% اون ریسورس رو اختصاص میدن به کلاسی که میذارن و میگن این 10% کل فرایندی که این میتونه 0 تا 100 رشد کنه رو از طریق این کلاسه به دست میاره. 20% میشه فرایندهایی که به صورت تجربی فیما بین خود افراد داره با هم دانش انتقال پیدا میکنه و 70% میشه تجربیات عملیشون تو محیط کار. اینه که یه فردو میسازه و من نمیدونم چرا این بک تست این وسط مخفول مونده. خیلی از شما الان سوالتون اینه بک تست چیه؟ میدونم، یه ذره سرچ کنید بچه‌ها، کار عملیاتی انجام بدین. باز دوباره داری یه جا می‌نویسی یکی بهت بگه بابا کار عملیاتی انجام بده. اصلا بک تست رو من نمیخوام بگم چیه قصد، چون شما میخوام به دستش بیاری. بری یکم سرچ کنی، بری 4 تا مقاله توش بخونی، 4 تا مقاله زبان اصلی توش بخونی. چیز پیچیده نیست. اصلا روال بک تست گیری خیلی روال خارق العاده پیچیده ای نیست. شما یک کوچولو سرچ کنید، روزی 1 رو 20 دقیقه کار عملیاتی رو به پرونده خودتون اضافه بکنید، ببینید بک تست گیری رو جوری اپروسس کنید به خداوندی خدا کمتر از 2 ماه حد قول به قول شرف بهتون میدم 50% کمتر استاپ میخورید. من مطمئنم این کار انجام میشه. شما شروع کنین بک تست گیری رو، بعضی چیزا رو دیگه ترید نمی‌کنید. بک تست گیری هم اینجوری نیست 2 تا دونه پوزیشن بری مثلا رو استراتژی بزنی، 50 تا 100 تا باید حداقل بزنی تا بیای تو باغ. بله وقتی شما همینجوری در رو باز می‌کنی میای وسط مهمونی، اینجوری می‌خوریم زمین، کال میشیم. بعد میدونی چی میگن؟ یه عده نفهمم هستن تو این اینستاگرام که همین اینستاگرام اگه نبود اینا هیچی الان نشده بودن، شروع میکنن میگن بازارهای مالی فلان، بازارهای مالی فلان. ببخشید زبان انگلیسی یاد گرفتن مگه خیلی آسونه؟ 90% کسایی که میرن زبان انگلیسی یاد بگیرن یاد میگیرن مگه؟ نه، 2 ترم میگذرونن میرن بیرون. زبان آلمانی هم همینطور، نجارا هم همینطور، همه بیزینس ها همینطور. ببینید بچه‌ها، نه فیوچرز بده، نه بورس تهران بده، نه فارکس بده، نه کریپتو بده، نه جفت ارز نمیدونم ترید بکنید، نه دارایی ها رو روش نباید ترید بکنید، نه نفت غیر تحلیلیه، نه داو جونز خیلی چیز عجیب غریبیه برای کسی که بک تست میگیره. چون شما باید دیتا رو به صورت عملی یاد بگیرید. آمار خدمتتون گفتم 90% دیتا در یاد شما خواهد موند، جدای از منحنی فراموشی. این به ذات انجام دادن کاره، اون منحنی فراموشی به ذات الگوریتم
مغز انسانه. شما این دوتا رو اگه بیاری کنار هم درست انجام بدی و آموزشی هم که داری میبینی مطابق همین جلسه بری آموزش تیپ خودتو ببینی، یا حداقل از یک کسی این آموزش رو ببینی که این یه ذره شعورش میرسه سمعی چیه بصری چیه، شاید تو محتواش برای هر تیپی 2 تا قصه گنجونده باشه، این آموزش جواب میگیره. امیدوارم از این قسمت به بعد پروسه بک‌تست‌گیری به پروسه های شما اضافه بشه و کار به صورت عملی پیش بره و این از لحاظ روانی شما رو بسیار بسیار آروم میکنه، چیزی که باعث میشه شما استرس نگیرین یا به ترستون بتونید خیلی راحت تر از حالت معمول فائق بیاین، اینی که جاپاتون رو صفر کنین و این منتج از یک سری فراینده، یه سری تمرین، یه سری کار عملیاتی و تست گرفتنه. شما هزاری هم این حرفایی که من میگم رو تا نرید عمل نکنین، هیچ وقت ترس واقعی پشت چارت رو نمیفهمیم، هیچ وقت فشار هیجانی یا فشار روانی بالای مارجین زیاد رو نمیفهمیم تا وقتی انجامش ندیم. لطفاً این مانیتور رو روشن کنین و از این بعد به جای اینکه 40 ساعت توی اینستاگرام بگردین یا برید توی این سایت، برین توی اون سایت، برین از یوتیوب مثلا مبانی جدید رو بخواین یاد بگیرین، لطفاً برگردید سمت تست‌گیری. شما با فرآیندهای بسیار قدیمی مثل یه حمایت مقاومت ساده میتونین حساب ببرین تو سود. اگه بلد باشین چجوری باید معامله بکنین و هر متد جدیدتری که میاد، حالا میبینم الان تو ایران خیلی خیلی دیگه، وقتی که من اشتباه کردم واقعا من نمیدونم پشت دستم رو داغ کردم، یه آی سی تی و یه استاد مایکل تو دوره تکنوفاندم گفتم دوباره ترند شد تو ایران، همه رفتن اون سمتی و منم از قصد دیگه این دوره رو بیرون نمیدمش، به خاطر اینکه دیگه خسته شدم از اینکه شما میرید آموزش‌های الکی میبینید و عمل نمی‌کنید. آموزش به خودی خودش الکیه وقتی عمل نمی‌کنی. من می‌بینم اینقدر متدای جدیدی که شما عاشق و فریفته‌شین ولی عمل نمی‌کنید، میگم آقا این کار جواب نمیده برای شما. ولی اگر بیاید هر متدی رو یاد بگیرید رو متد قبلی، بتونید استاپ بهینه بکنید، با کار عملیاتی وین ریتتون رو ببرید بالاتر، اینه که من و شما رو به پول زیادتر میرسونه. وقتی بیاید متدها رو یاد بگیرید که شما تو خودتون می‌بینید که آماده اید برای کار عملیاتی. 70% از چیزی که الان در وجودتون نهفته است با تجربت و کار عملی داریش. اینو هیچ وقت یادت